است که پیغمبر میگفت ما دروغ میدانستیم. این همون روز است که داعی ها و علما ها میگفتیم ما شوخی میفهمیدیم. همون روز است. ملائکه های پر از دهشت، ملائکه های بیرحمی که خدا آفریده است، آن روز با سیاست، با قواق گیرانده، با هیبت جواب میگویند به این منکر قیامت: هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون. این است همان روز قیامت، این است همان روز جدا شدن بین کافر و مؤمن، این است همان روز جدا شدن بین روزخور و روزدار که دنیا تو دروغ میدانستی. این است همان روز. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. هر گروه، هر انسان با گروه خودش جمع کنید. فرمان از پروردگار می شود. به نمازها رو با همراهی به نمازها، روزخورها رو با همراهی روزخورها، یهودی ها رو با یهودی ها، مسیحی ها رو با مسیحی ها. اهل توحید، اهل مسجد با مسجدی ها. مسجد منکنار همراه رهبراشان، روی خطگیرا را همراهی مسئولاشان حشر کن. وقفوهم انهم مسئولون. اینها را زود به دوزخ نبرید، اینها را نگاه دارید. الان از اینها پرسیده بشود، باید جواب دهند. باید اینها جواب دهند برای چه مسجد آمدن؟ برای نماز خواندن یا برای روی خط گرفتن؟ برای چی آمدن؟ نباید جواب دهند. وقفوهم انهم مسئولون. بگونه شما روی خط میگیرید، به شرمها شما را هم روی خط گرفت ایستادیان. ما لکم لا تناصرون. امروز شما را رهبراتان نمیتوانند یاردم کنند. امروز سپارش دهنده ها شما را نمیتوانند از عذاب خدا، از عذاب دوزخ نجات دهند. ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. در که آرون رهبراتان خاموشند، در آرون رهبراتان مظلومند، رهبراتان مهر زده شدند. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. عمومی باشد و فراگیر باشد، همگیر باشد. این نوع بیماری ها رو وبا میگن، طاعون میگن. من امروز با اسمشون مختلف میشه. امروز با اسم کرونا ویروس برام دیوار 100 سال پیش در اروپا با اسم انفلونزا اسپانی میگفتیم، گریپ اسپانی. اوی هم قریب 50 میلیون آدم مرده بود 100 سال پیش. همه اینها خلاصه در اصطلاح شریعت با اسم وبا ذکر می شود. از حکم این بیماری ها پرسیدم، حضرت در جواب گفتند به من که ای عایشه، این بیماری های عاموی این یک نوع عذاب است از طرف پروردگار بر هر قومی که خدا بخواهد اون عذاب می فرستد. البته وقتی که عذاب شد، عذاب در مقابل چی می شود؟ در مقابل معصیت و جنایت و نافرمانی می شود. وقتی که بنده ها از راه خدا که برآمدن، نافرمانی و مخالفت و معصیت با امر و نهی خدا که کردن، از حد گذشتن، و خدا برای تنبیه اونها، برای اونها را از خواب غفلت بیدار کردن، همین ها بیماری رو میفرستن. همونطور بیماریه که خلاصه کلام، وقتی که عذاب که باشد دیگه فهمید که عذاب در
عوض چی می بیاد؟ در عوض معصیت و گناه می بیاد. وقتی که بنده در روی زمین که مخالفت خدا کرد، واقعا در این 20 سال اخیر فقط یک خونریزی ها رو میگیم. شما یک تصور کنید، شما یک پیش نظر بیارید کشورهای اسلامی را غربی های مثلا مسیحی چی بلاها رو گرفتار نکردن. اگر کسی تلویزیون تماشا کنه از سال 2000 20 ساله افغانستان روی آرامی رو ندیده، عراق روی آرامی رو ندیده، سوریه روی آرامی رو ندیده. میلیون ها میلیون انسان در این کشورها در این طول 20 سال مسلمان ها مردن. شما حال مهاجرا گریزهایی که در بدر شدن، بازی در ترکیه 4 میلیون سوریگی هست. اونایی که بیچاره آب خطی می رفتن، هزارها هزار مسلمان در آب غرق شد. اونایی که گذشتگی یه حال تباه شدن کشورها هستن. خلاصه این بلا رو در سر مسلمانی کی آورد؟ اروپایی ها آوردن. خطایی ها باشه در خطای بدبخت نسبت اویغورها، نسبت مسلمان های خطای ببینید چه روز سیاه آوردن. حتی بی بی سی رو تماشا کردم، من خود بی بی سی خبر داد 5 میلیون جوان مرد مسلمان و زن و مرد مسلمان در یه لگیرها مخم کردگی هر روز مجبورشان عرقشان میدونن، گوشت خوکشان میدونن، گوشت های حرام خوشان میخوردگی میدونن، از نماز خواندن از اینو منع کردگی. خوب بالاخره طغیان انسان که از حد گذشت به خدا فرستادن بیماری ده. حاضر حساب کنه 80% مرگ و میرهای این بیماری از جانب کافرای اروپا. خود من امریکا که سرورشون است، لشکری که کلانشون است، قریب 1.5 میلیون زیاد گذشت مردمش که مبتلای همین کسل است. قریب 25 26 27 هزار آدمش مرد. ولی آینده معلوم نیست با چه خیلی دیگه. اروپاش هم همین خیلی. اروپا 1.5 میلیون امروز زیادتر اگر رفت و بیماری همین وبا مبتلا شده باشه 80% اروپا و امریکا هستن. با خطای است مثلا بعد دیگه کشورها. خلاص این عذاب خدا سری امراض آورد. البته وقتی عذاب الهی که آمد عذاب عام میشه. البلیه تو اذا نزلت عمد میگن عرب ها. بلا وقتی که نازل شد و خشک‌تر میسوزد. از این خاطر حضرت دوامش گفتن و ان الله جعله رحمتا للمؤمنین. اما این عذاب که بالای کافرات عذاب است، اگر رفت یگان مؤمن یگان مسلمان در این عذاب الهی در این عذاب عاموی اگر رفت هلاک شود و انشاءالله درجه شهادت میبره. چرا که برای بنده مؤمن رحمت است. بنابراین حضرت زن کسی در بیماری طاعون وفات میکنه یا بیماری کرونا ویروس وفات میکنه مقام شهادت داره، درجه شهادت میبره. برای برای اونها عذاب است، برای اونها حسرت است، برای اونها خسارت است. اما برای بنده مومن رحمت و شهادت است. ليس من احد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. رواه البخاری. بنده های مومن تعلیم دادن وقتی که همین نوع وباها در جامعه پیدا می شود، در کشور پیدا میشن، ما باید چی رفتار کنیم، چی عکس العمل نشان بدیم، چی معامله داشته باشیم. حضرت گفتن که در کدام شهر مسلمان نشینی اگر رفت و همین نوع بیماری ها پیدا شد، باید بنده مومن با صبر و احتساب در شهرش در خانهش بشینه، صبر کنه و احتسابش معنیش یعنی طلب ثواب، امید ثواب از پروردگار بکند که در عوض این بلا، در عوض این امتحان خدا به من اجر میده، پاداش میده، ثواب میده. با یقینا این اعتقاد داشته باشد که اون چه خدا برای من نوشته باشد همون من به میرسد. اگر مرگ من خدا با همین تقدیر کرده باشد ما راضی هستم، مقام شهادت میرم. لیکن اگر رفت و قضای الهی به مرگ من نرفته باشد، نوشته نشده باشد، 100 کرونا ویروس هم که بیاد من انشاءالله نمیمیرم، زنده میمونم. باید هم تا عقیده داشته باشد. این خیال نکنه که این بیماری حتما منو میکشه. نه، خدا نوشته باشد میکشه. خدا نوشتگی نباشد در دهان کرونا ویروس هم کروی، در کامش هم کروی، خلاصه نمیمیری. انا کسی که با همین اعتقاد در خانهش نشیند و صبر کند و قرآن براش اجر یک شهید میگذارد. حتی زنده هم موند ثواب شهادت میبرد. اون مردگیش که شهید میشه. مسلمان مردگی، مسلمانی که نمیرد و زنده موند ثواب شهادت.
بنابر خاطر من حضرت عایشه مادرمون حتی حالا من کرانتینه که اروپایی رعایت دارن یگانه راه برای پیشگیری این بیماری نیاکن کرانتین است. این خانه نشینی کشورها رو بستن، نه کسی از کشور خارج میشه و نه کسی از خارج کشور رو میبره. تمام دولت‌ها رو بستن. 95% ملیت‌ها در ایرپورت‌ها خوبن. این خسارت مالی اقتصادی که اون قدر زیاد این مرگ و میرها زیادتر است. لیکن جای دادسان گفتن ندارن. برای که نه تانک‌هاشون به کار میره، نه کشتی‌هاشون به کار میره، نه سمولیات و نه راکت و نه بمب‌هاشون همه زمینگیر شده هستن. برابر یک دشمنی که اون دشمن با چشم نمیبینن. البته این عالم همش لشکر خدا ہے و ما یعلم جنود ربک الا هو. این لشکری های خدا رو خدا خودش میدونه. حالا یه مخلوق ضعیفترین و کوچکترین خدا عذاب کرده است. اگر رفت یک سیاره رو فرستانه جانب زمین، یه جرم آسمانی رو فرستانه روی زمین، چی بشه حال ساکنای زمین؟ بنابراین همش از لشکر خدا است. از این خاطر باید بنده مومن در این حالت ها حضرت گفتن چیکار کنه؟ گفتن وقتی که اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیه و اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. این کرانتین اروپایی هایی که خوش متمدن میگن پیشرفته میگیرن در عصر 19 با یاد گرفتن. حضرت گفتن وقتی همه خیلی بیماری های سرایت کننده در شهر شما پیدا شد، وقتی که در شهر شما پیدا شد گفتن از شهرتان بیرون نشوید. اما وقتی که از بیرون باشید و بفهمید که در فلان شهر همین خیلی بیماری پیدا شده است، در اون شهر وارد نشوید. همین نظام کرانتین 1400 زیاده 1400 سال پیش پیغمبر خدا به ما گفتن، اروپایی ها 100 سال پیش یادش گرفتن یا 150 سال پیش بفهمیدن. این افتخار اسلام است. من امروز یگانه گویا که تدبیر، یگانه معالجه برای پیشگیری یعنی برای که کرونا ویروس حال همین شده. همه رو خانشین کردیم. همون خانه نشستن، مثلا نه کسی خانه نمیاد نه تو بیرون رفته میگه. حتی جمع آمده های 2-3 نفر زیاد من کرده شدن. در یک جا 2 نفر زیاد در انگلیس حتی جمع شدنش ممکن است. چیزای من این جمع آمده ما اصلا ممکن نیست. وقتی که رژیم کرانتین در شهر اگر جاری شود اصلا ممکن نیست خیلی محفل نشستن. خلاصه کلام اینم افتخار اسلام است که این حالت پیغمبر خدا به ما تعلیم دادن که شما کرانتین رعایت کنید. اگر رفت تو کشور دم کرانتین جاری شود ما مسلمان ها باید او رو رعایت کنیم. این خلاف دین و خلاف دستورات اسلام نه. اگر رفت تو مسجد رفتنم سبب همین بیماری رو انتشارش میشده باشد، سبب زیاد شدن مرگ و میره ها میشده باشد، بله اشکالی نداره ترک نماز جماعت، ترک نماز جمعه. برای که حدیث های صحیح دمون میدونیم وقتی که باران سخت میشد در مدینه منوره خنک میشد، حضرت مؤذن امر میکردن میگفتن بگوی صلوا فی رحالکم، با آواز بلند اعلام کن مردم رو که نمازها رو در خانه خوانند. که باران آدم نمیکشت، باران فقط خم زحمت تر و مثلا آب و گل شدن بود. وقتی که به خاطر باران حضرت امر کردن مؤذن که بگوید که مردم در خانه نماز خوانند، در این بیماری خطر جان است، خطر مرگ است. اگر رفت در جامعه ما مثل اروپا و مثل همه خیلی منتشر شود، ولی وقتی که متخصص ها در مصلحت یعنی که باید مسجد ها تعطیل شود، جماعت جمعه ها ترک شود، تراویح ها ترک شود، مردم در خانه ها نماز خوانند، اشکالی ندارد. برای که تمام کشورهای اسلامی ده همه علماهای فتوا رو داده هستند. ای مسجد الحرام و مسجد النبوی بینید اگر تلویزیون با دیگه جماعت های عمومی نیست، فقط هم چند نفر کارکنای مسجد برای خاطر که مسجد بالکل ترک نماز نشود، ترک جماعت نشود، نماز جمعه و جماعت خوانده است. دیگه خلق نیست. نه در مسجد الحرام ای من خودم چند بار تماشا کردم جمعه هاشون، نه در مسجد النبوی ای. مصر هم همین ای، همه کشورهای اسلامی، حتی من افغانستان هم حال رمضان علماش فتوا برآوردن کم خیلی میشه. ازبکستان و قزاقستان هم همین قرار برآوردن. خلاص اگر رفت مادم شود جای مثلا خفه شدن نیست و اعتراض کردن نیست. این هم یه امتحان الهی است.